سلام، چطورید؟ میخوام تو ماینکرافت بهتون نشون بدم که چجوری ویلیجر رو پیشرفته تر کنید. مثل این صفات مختلفی داشته باشن، بدن و لباسشون رو بتونید کاستومایز کنید و باهاشون حرف بزنید. در هر صورتی و این کارا میتونید باشون انجام بدید و برای نصب کردنش هیچ کاری نداره. اول میرید کروم باز میکنید، سرچ میکنید MCA ریبورن و با توجه به نسخه ماینکرافت خودتون، حالا من فابریک استفاده میکنم، دانلودش میکنید، کپیو میزنید، میرید تو تیلانچر، این پوشه رو باز میکنید و اینجا و تو مود سپیسش میکنید. خب حالا من قبل دارم، حالا میرید بازیتون لانچ میکنید و یه سری تنظیمات میگه که باید انجام بدید که مثلا شما کی هستید یا از این چیز. و حالا من اسپان شدم. راستی نسخه بدراک هم داره، حتما تو دیسکریپشن براتون میذارم. سابسکرایب کنید، توضیحات بیشتر توی دیسکریپشن